93. آمان، برادر من خیلی ساده و دوست داشتنی بود. همیشه لبخند داشت. استراحت براش معنی نداشت. خیلی فعال بود. از کاراش راضی نمیشد. بعضی وقتا اونقدر میکشید و پاک میکرد، اینقدر این کارو تکرار میکرد تا بالاخره راضی میشد. یه کمی هم شیطون بود. زبونشو در می آورد، کارای عجیب غریب می کرد، شکلک در می آورد که ما رو بخندونه. ما خوشبخت بودیم واقعا. اما مادرم و من خیلی خوشبخت بودیم. سایت اینترنتی ایران فیلم با افتخار تقدیم خدا می‌کند. رحمتش کنه. پدرتون همیشه میگفت خداوند به هر خونه‌ای که نظر لطف داشته باشه بهشون دختر میده. یعنی اینکه خداوند به هر خونه‌ای که لطف نداشته باشه بهشون پسر میده؟ آره؟ دیوونه، چون دخترها به پدر مادر خدمت میکنن این حرفو میزنن. آره تو هم داری به من خدمت میکنی. من خدمتکار تو نیستم. الان اون چرت و پرتایی که تو مغزته در میارم. چرا اینجوری میکنی؟ مادر یه چیزی بهش بگو وگرنه من عصبانی میشم. مثلا چی کار دخترم میکنی؟ ولش کن، بذار فیلمشو ببینه. انقدر اذیتش نکن. تو دیروز یه چیزایی بهم گفتی، یادته؟ چی؟ من تا حالا 100 دفعه این فیلمو دیدم، منتظر اخبارم. معلوم نیست تو این شهر چه خبره. اخبار چی داره بگه پسرم؟ این از خدا بی خبرها بیکار که میشن از سادگی مردم سوء استفاده میکنن. جوونا رو میندازن به جون هم که همدیگر رو به خاک و خون بکشونن و اونا به خواسته هاشون برسن. تو این دنیا هر کاری که دلشون میخواد میکنن، ولی باید دید آیا تو اون دنیا جوابی دارن که بس بدن؟ نگاه کن، انقدر حرف زدیم که نفهمیدم کی وقت گذشت. خیلی دیر وقته. चलो दोनों जाके सो जाओ। अम्मी कल देख लेना खबरें। अम्मी 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 एक मिनट। टीवी बंद। क्या अम्मी? बहुत रात हो गई है। شب بخیر مادر. شب بخیر آمن. Good night ویزا. چرا همیشه به انگلیسی میگی شب بخیر؟ نمیتونی به زبون خودمون بگی؟ چرا میتونم. شب بخیر مادر. خیلی خوب، دیگه بخواب. خوابای خوب ببینی پسرم. اینقدر به چشمت فشار نیار، دیگه وقت خوابه. خدایا به بچه های من سلامتی بده و اونا رو در امان بدار. این سگ باز داره زوزه میکشه، شگون نداره. توکل به خدا. چی شده فیروز؟ اونا دارن بچه‌های ما رو میزنن. یه مغازه رو آتیش زدم. خب حالا چیکار کنیم؟ بریم کمک بچه‌ها. اگه بریم تو دردسر میافتیم ها؟ تو دردسر نمیافتیم. بریم. و نه سازود باش بریم. همشون دیوونه شدن، الان هم دیگره میکشن. خدا لعنت کنه باعث بانیشو که اینطور جوونا رو به جون هم میندازن. از پنجره برو کنار، برو پیش امن. از اون طرف. آمن تو اتاقش نیست. امن، اونو هاش آمن. امن. امن.
بزنینش. نه بلش کنین. بلش کنین. آبان برو. پیروز بازم شروع کردین؟ امان مادر اونجا نبودم. فرار کن پسرم، فرار کن، اونجا نمونم من. نذاری فرار کنه. نذاری فرار کنه. خدایا این چه بلاییه که سر بچه‌های ما میارن. امان امان. بمبئی 1999. نفر بعد. سلام خانم پیکه، حالتون خوبه؟ همه خوبن خانم نیشا، بشین. دست بچه‌تون که زمین خورده بود چطوره؟ بچه ها رو ول کن، هر چقدر زمین بخورن عین خیالشون نیست. زمین خوردن تو پیری بده. پیر که زمین بخوره دردش تا دم مرگ باهاشه. چایی میخوری؟ نه، تو چایی تو با این بخور. برات حلوا آوردم، با روغن حیوانی درست کردم. حالا دیگه نمیدونم خوشت میاد یا نه. متشکرم، امروز خیلی سرحالی خانم نیشا. فیزا قبول شده، لیسانسشو گرفت؟ خیلی خوبه، تبریک میگم. حالا بعد از این میخواد چی کار کنه؟ نمیدونم، من که نمیخوام اون کار کنه، ولی تفلک میخواد خودش کار کنه. اون باید زندگی رو بچرخونه. حقوق بازنشستگی پدرش انقدر نیست که تو این زمانه بشه باهاش راحت و بی درد سر زندگی رو گذرونده. چی کار کنیم؟ همون خونه قدیمی و همون روش زندگی قدیمی. ولی خدا بزرگه، تو این سالها خدا زندگیمونو چرخونده، بعد از اینش هم میچرخونه. نه خانم نیشا، حالا حرفتو بزن. همون حرفی رو که 6 ساله به خاطرش هر ماه میای اینجا. هنوز از پسرت خبری نشده؟ چقدر تو تلویزیون آگهی گم شدنشو دادی، چقدر تحقیق کردی، ولی فایده ای داشت؟ من که فکر نمی کنم بعد از اینم خبری بشه. 107 نفر ناپدید شدن، هم از این گروه هم از اون گروه. تو تنها نیستی، خیلی ها شب و روزشون گریه است. من گریه نمی کنم، دشمنم گریه کنه. مطمئنم اون زنده است و بر میگرده، بالاخره یه روزی میاد. خدا حافظ.
नफर बाद। उफ, आज बहुत गर्मी है। कौन है? कोई नहीं। कौन था? कहा ना कोई नहीं। गाड़ी में इतनी टेंस क्यों थी? एनी हैसल? कुछ भी तो नहीं। कोई तो था सड़क पर जिसे देख के तूने रिएक्ट किया। अम्मी थी। तो गाड़ी रोक लेते। उनको अच्छा नहीं लगता। वो जहां से आ रही थी वहां मुझसे छुप कर जाती है। आंटी तुझसे छुप कर कहां जा सकती हैं? पुलिस स्टेशन। मैं समझ गई। डोंट वरी फिजू, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी। न जाने वो दिन कब आएगा। चल जल्दी चल। एक मिनट। कम ऑन। ओह कम। हेलो। यू नो, मुझे अभी भी बिलीव नहीं होता कि मैं पास हो गई। मैंने तो सिर्फ तेरे नोट्स पढ़े थे ना। लेकिन तेरे साथ बड़ी नाइंसाफी हुई। हाँ फिजू, तुझे कम से कम 70% तो मिलने चाहिए थे ना। 65% भी बहुत है। मैं भी कहाँ जमकर पढ़ पाई। घर में तो पढ़ा नहीं जाता। लाइब्रेरी में जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया। वहां भी कहाँ पढ़ पाती थी। सामने के बेंच पे अनिरुद्ध जो बैठा रहता था। गीतांजलि, मुझे ऐसी फालतू बातें सुनने का शौक नहीं है। ऐसे ही बड़बड़ करती रहेगी तो एक दिन गला घोट दूंगी। घोट दे बाबा, घोट दे। फिर भी मरते हुए गले से यही आवाज निकलेगी कि अनिरुद्ध राय। Stop chattering. Get ready. अनिरुद्ध राय फिजा इकराम मुल्ला से बेहद। Stop it. Okay, ready girls? Ready. Sorry. Now look into the camera. Okay, now smile sweetly. Say cheese. Cheese. Lovely. That is wonderful. Thank you. खुदा अपने वलियों से होता है राजी, मिलेगी ये दर से हमें सरफराजी। यहाँ दिल से मांगो ये हाजी अली है, खुदा के वली है।
شهناز تویی؟ خاله تو که مثل ماه شب 14 شدی، ما رو فراموش کردی آره؟ نه اصلا تو خونه خیلی کار دارم خاله جون، ولی میام پیشتون. خداحافظ. مادر سلام دخترم، کجا بودی؟ برو تو، برو دعا کن، بعدش هم نونا رو بین بچه ها تقسیم کن. برو. تو چی کار داری میکنی؟ صدقه میدم. بس کن دیگه مادر. چی رو بس کنم؟ من که اصلا حرفی نزدم. یعنی چی مثل آدمای خیر پول پخش میکنی؟ بلیت بخت آزماییت برده که اسکناس میدی به فقرا؟ حالا فهمیدم چرا اینقدر عصبانی هستی. اگه وسعم میرسید اسکناسای بیشتری میدادم به فقرا. پدر خدا بیامرزت همیشه میگفت. نمیخوام بشنوم پدرم چی میگفت. خودش مرد، مارم تو این دنیا تنها گذاشت. توبه کن فیزا، پشت سر مرده اینطور حرف نزن. چرا نزنم؟ تو این خونه کسی زنده است؟ تو؟ من؟ این زندگی که ما داریم؟ برای چی داری زبون درازی میکنی؟ یه خورده خودتو کنترل کن. یه روزی باید بری خونه بخت، اونجا نمیتونی زبون درازی کنی. شما خودتو کنترل کن مادر. 6 ساله که هر روز و هر شب منتظری. چشمت به پنجره است و گوشت به در، دلت پر واه میکشی. 24 ساعتت همینه. نمیفهمی کی روز میشه کی شب میشه. به خودت نگاه کن چقدر عوض شدی. برای پنهان کردن قرمزی چشات دیگه به منم نگاه نمی کنی. چرا ساکت شدی؟ حرف دلتو بزن گوش میکنم. چیزی بهت نمیگم چون خیلی خوب میشناسمت. خودم بزرگت کردم. نمیدونم تا کی باید اینجوری بمونیم. کی میتونیم راحت زندگی کنیم؟ این سوال از من نکن، قسمت ما همینه. قسمت 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 چه کلمه خوبی، همه رو راحت میکنه. چی میخوری؟ شلغم درست کنم؟ برادرت شلغم خیلی دوست داشت، هر چقدر بهش میدادی میخورد، حرفم نمیزد. خیلی خوب. خدای بزرگ. فیزا
یه آقای این گلا رو داد و رفت. کی بود؟ اسمشو نگفت. یه ماشین شیک داشت. ماشینش خیلی بزرگ بود؟ آره، منو صدا کرد و گفت اینا رو بدم به تو. خیلی خوب، متشکرم. خیلی دلم میخواد بدونم این کیه که یواشکی برای دختر من گل میفرسته. ولی خسیسه. اینا ارکیده است، خیلی گرونه. راستی؟ پس برای چی پرتش کردی؟ دخترم گلو باید بذاری تو گلدون. گل نعمت خداست، نبر بذارش تو گلدون. یادم میاد وقتی که من جوان بودم بابات همیشه اینقدر برای من گل می آورد که به همسایه هامونم می دادم. ولی حالا کسی نیست یه شاخه گل سر قبر خودش بذاره. ये फुलान या बहुत देख रही है जरा फूल इधर भी तो फेंक अरे यार रास्पबेरी अरे फूल हमको दे देना अरे हमको दे देना फूल अरे इधर आना इधर अरे बापू ये तो भाग गई रे चल को मार गए अरे एक और मारना फेंक ना نفوان گلا رو برداشتی کجا میخوای بری؟ نفرین نکن، کار ضروری دارم. نفرین من هیچ وقت رو نمیگیره. نفرین مادر همیشه تبدیل به دعا میشه. بذار یه چیزی درست کنم بخور. وقت ندارم. 1 دقیقه. میدونم 1 دقیقه تو 1 ساعته. خیلی خوب، پس زود بیا خونه. قبل از تاریکی برگرد. نگرانت میشم. باشه، به روی چشم. زود میام. امر دیگه ای نیست؟ مادر میخوام چشم نخوری دیگه. خداحافظ. بای 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 بای. سی یو. مادر به خاطر خدا انگلیسی حرف نزن. خیلی خوب باشه. همینجور که با لبخند میری امیدوارم با لبخندم برگردی. माशाल्लाह माशाल्लाह चश्मे बदूर मेरी आंखों में खाक क्या रंग निकाला है फिजा जानम ने जवानी तो खिल खिल के बरस रही है जबान बंद कर कमबख्त जो मुंह में आता है बक देती है दीवानी कहीं की दीवानी मैं दीवाना तो सारा जमाना था मेरी आवाज का मेरी अदाओं का वक्त वक्त की बात होती है निशाद भी अब वो कदरदान नहीं रहे वो जमाना नहीं रहा वरना मेरा हुस्न जमाल भी वही और आवाज का कमाल भी वही है और पागलपन का हाल भी रही है तारा देरे ना देरे ना देरे ना آنیه یه چیزی بهت بگم اینقدر فکر دنبال دخترها نباشه وگرنه میبازی موقع بازی حواستو جمع کن میخوای یه دور دیگه بازی کنی؟ نه دیگه بازی نمیکنم. آه چه خوب غافلگیرم کردی. تو اومدی اینجا دیدن من چه شانسی آوردم. ببینم این پوشی چیه دستت گرفتی ها؟ میخوام برم مصاحبه. مصاحبه؟ اونم برای یه کار کوچیک؟ یعنی چی؟ ببین فردا یه شرکت پدر من کارتو درست میکنم باشه؟ خیلی ممنون ولی من نمیخوام با سفارش کسی کار پیدا کنم. چقدر مغرور. نه عزت نفس، اعتماد به نفس، مال خودت. خدافظ. حالا کجا با این عجله؟ دفعه اول اومدی دنبال کار؟ از کجا فهمیدی؟ هر کی دنبال کار میگرده ساعتشو نگاه نمیکنه. من شکار قدیمی این جنگلم. راحت وایستا چون زودتر از 5 و 6 نوبتت نمیشه. ولی تو روزنامه نوشته بود مصاحبه فوریه. تو روزنامه مینویسن که ما رو بکشونن اینجا برای اینکه نمیخوان دروپی خرج کنن و یه فرم تو روزنامه چاپ کنن. همش فیلمه. خب نگران نباش، عادت میکنی. بعد ساعت نگاه کردن که هیچ، بلکه حتی روزها و ماه‌ها هم فراموش میکنی. آب میخوری؟ بگیر. لیوان ندارم چون با عجله اومدم لیوان یادم رفت. ممنونم. نوش جون.
همه گوش کنین، ظرفیت دیگه پر شده، بقیه میتونن برن. خواهش میکنم اینجا نایستین، برین. چی گفتم؟ خب امیدوارم کار پیدا کنی. خدافظ. مسخره کردن. حالا چند ساعت اینجا بایستادی؟ ای بابا بریم ببخشین مسیر دیگه ای نیست که از اونجا بریم؟ مسیر که زیاده. چطوری ماشینو ببرم تو راه دیگه؟ به ترافیک بمبئی عادت نداری؟ آروم بشینین و موزیک گوش کنین. کجا میری؟ خواهش میکنم مواظب باش. بذار من رد شم. آمد. ای دختر چیکار داری میکنی؟ اگه میخوای خودکشی کنی برو جای دیگه خودتو بکش. دیوونه. خیلی خوب بچه‌ها دقت کنین. برای امروز دیگه کافیه. چی شده؟ چرا اینقدر دیر کردی؟ نگران میشم، میگم نکنه تو هم بری من منو هیچ جا تنها نمیرم. بذاری. اگرم بخوام نمیتونم. تو این شهر میشه جایی رفت. چرا ناراحت میشی؟ من که چیزی نگفتم. دیدمش. تو تاکسی بودم که دیدمش. رفتم پایین دنبالش دویدم ولی بهش نرسیدم. بیا بریم مادر، من طلاهامو میخوام. برای چی؟ میخوام گرو بذارم. ما که فعلا مشکلی نداریم. خدا رو شکر زندگیمون میگذره. میخوای چی کار کنی؟ به من بگو. من پول لازم دارم. میخوام دیگه این داستان رو تمومش کنم. داستانی که نمیذاره زندگی کنم و نمیذاره بمیرم. میخوام برم آمنو پیدا کنم. برای این کار پول لازم دارم. با پول یه زنجیر و چند تا علنگو چی کار میتونی بکنی؟ نمیخوام بفروشم، میخوام گرو بذارم. من نمیدم. به خاطر این نمیدی؟ چون جرأت نداری حقیقتو بدونی. تو اصلا نمیخوای بفهمی اون شب چه اتفاقی افتاده و چه بلایی سر پسرت اومده. آره نمیخوام بدونم. آدم وقتی پیر میشه به امید شوق دیدن بچه‌هاش زندگی میکنه. الان پسرم نیست ولی امیدم که هست. تو میخوای این امیدم از من بگیری فیزا؟ غیر از این امید من دیگه چیزی ندارم که بخوای از من بگیری. اوه خدای مادر، وقتی آدم بیماریشو قایم کنه خوب نمیشه، بدترم میشه. من تصمیم گرفتم کاری بکنم که دیگه بقیه زندگیمونو با این دردی که داریم سر نکنیم. دیگه نمیخوام این انتظار منو تو رو از پا در بیاره. به من اعتماد کن مادر، من حقیقت رو میگم. خواهش میکنم مادر، خواهش میکنم. من 25,000 روپیه لازم دارم. خواهش میکنم بدید. به ما اعتماد ندارید؟ ما که همیشه مشتری شما بودیم. چی داری میگی فیزا؟ اگه اعتماد نداشتم که قبول نمیکردم. حالا 18,000 تا بدم خوبه؟ باشه بدین. میتونم یه زنگ بزنم؟ آره حتما. تلفن شهری میشه 3 روپیه. بگیر فیزا. 18,000 تا. بازرس پرکاش؟ درسته. بله 4,000 تا. به چی نگاه میکنی ها؟ اگه قرار نبود دارم سر پستم 7 لیوان هم بود میخوردم. آره
قرار بود بگین اون شب چی شد. این کپی تمام گزارشی که به دادگاه دادم. اون روز هر چی دیده بودم توی این نوشته شده. گزارش شما رو شنیدم. اون روز تو دادگاه بودم. خب پس دیگه چی میخوای بدونیم؟ چیزی که تو گزارش نیست، حقیقتو. یعنی میخوای بگی من به دادگاه گزارش دروغ دادم؟ اگه نمیتونین بگین 4000 روپیه رو پس بدی. چیزی رو که میخوای میتونم بهت بگم، چون تو یه دختر خونواده داری، به خاطر همین بهت میگم. اتفاقی که افتاده فراموش کن. آره گوش کن. اگه بخوای روی زخم نمک بپاشی بیشتر عذاب میکشی. باور کن. فقط شما نیستین که این بلا سرتون اومده. خیلی های دیگه هم هستن. ساون پیر عقلشو از دست داده، پسرش اون شب کشته شد، الان داره گدایی میکنه. بگین اون شب چه اتفاقی افتاد. اون داشت فرار میکرد. آقای بازرس اونا دنبال منن، میخوان منو بکشن. دوستمو کشتن. به خدا من کاری نکردم. شما کمک کنید. میخوای نجات پیدا کنی؟ از این کشور برو یه جای دیگه. آقای بازرس شوهر منو سوزوندن، دستم به جایی بند نیست. شما یه کاری بکنین، به خاطر خدا یه کاری بکنین. برو باید نسا. برای چی وایسادی؟ زود باش بزن به چاک. برو با من لشمسی نکن. برو. چرا وایسادی؟ سرگاه حالش بده بره. از اینجا برو. آقا جون از اینجا برو دیگه. اینجا باید نسا. برو آقا جون. خدا من کاری نکردم. ولم کنید. من کاری نکردم. ولم کنید. من تقصیری ندارم. یکی از مامورا گفت جلوتر چند نفر بهش حمله کرده بودن و حسابی زده بودنش. ما چیکار میتونستیم بکنیم؟ بازی تموم شده. کار از کار گذشته بود. یه آدم زخمی رو تو خیابون ولش کردیم. من اون موقع کاری نمیتونستم بکنم. اگه میخواستم یکیشون رو نجات بدم 4 تای دیگه کشته میشده. حالا فکر میکنی برادرم کجا رفته؟ چی بگم؟ اگرم کسی اونو دیده باشه حرفی به من نزده. همین. چیزی یادتون میاد؟ به خاطر خدا بگین. یادتون میاد؟ بعد از اون ماجرا اجسادو سوزوندم. یادم نمیاد. بین اونا جسد برادر منم بود. شاید بود. شایدم نبود. آره شایدم نبود. تو شبا میتونی بخوابی؟ چی گفتی؟ نمیشه اسم تو رو گذاشت انسان. چی گفتی؟ نفهمیدم. بیا پول میزو بده گورتو گم کن.
سوزوندنش؟ من نمیتونم اینو قبول کنم. تو فکر نمی کنی شاید بین اونایی که سوزوندنش نبوده؟ با وجود اینکه همه رو شنیدم ولی باور نکردم. اگه باور میکردم که الان چشام پر از اشک بود. اون نمرده مادر. خب حالا میخوای چی کار کنی؟ درست نمیدونم مادر. فقط یه فکر ذهنمو مشغول کرده. به چشمای من نگاه کن و قسم بخور که خودتو به خطر نمیندازی. نمیتونم مادر. فقط به من اعتماد کن. بابا چیزی میخوای بدی؟ زنده باشی دخترم. اسم شما آقای ساونه مگه نه؟ تو کی هستی؟ فیضا اکرام الله. اکرام الله؟ من پول تو رو نمیخوام. پول تو بردار از اینجا برو. زود باش. بازرس پرکاش در مورد شما به هم گفت شمام داستان ما رو دارین. پسر شما. من داستانی ندارم. اون چه داستانی در مورد من گفته؟ اون بازرس چه داستانی سرهم کرده؟ گفت پسر شما. پسر من اون کشت. پسر من اون کشت. اون کثافت از من مدرک میخواد. میگه باید مدرک بدم که پسرم کشته شده. ازم مدرک میخواد. مدرک. تو هم مثل اونه. چرا آدمای اون پسر منو کشتن؟ چرا آدمای اون چنتوی منو کشتن؟ آخه مگه پسر من چه کار کرده بود؟ آقای سابن میدونید فقط من و شما نیستیم. ما هممون یه مشکل داریم. یه پدر دل سوخته پسرشو از دست داده. یه خواهر مهربون برادرشو. اونایی که مسئول این حادثه هستن نه از خدا میترسن نه وجدان دارن. اونا چه سیاستی رو دنبال میکنن هیچ کس نمیدونه. با تمام این حرفا میخوام بدونم چرا چنتوی منو کشتن؟ اون کارگر کارخونه بود، داشت برمیگشت خونه. حتما اونو کشتن. جسدش انداختن تو کامیون بردن. معلوم نیست مراسم مذهبی رو انجام داده باشن. معلوم نیست کی جنازه‌ش رو سوزونده. شایدم با چند تا جنازه دیگه این کارو کردن. مثل آدمای بیکس. اگه مدرک بهشون بدم خونبها میدن. 200,000 روپیه. خونبهای یه آدم جوون و زنده 200,000 روپیه است. ارزش پسر من، چنتوی من 200,000 روپیه است. نه من پول اونا رو نمیخوام. نه نمیخوام. درسته اینجا به من صدقه میدن. وقتی هم مردم جسدمو میسوزونن. مجانی میسوزونن. میگن چون بیکس و کار، درست همونطور که جسد چنتوی منو سوزوندن. همونطور. نه من پول اونا رو نمیخوام. نمیخوام. آقای ساون کاری از دست من برمیاد براتون بکنم. آره میتونی مدرک بیاری که چنتوی من مرده؟ آره هیچ کس نمیخواد صدای ساونو بشنوه. انسانیت تو این دنیا ناپدید شده. درست همونطوری که آمن ناپدید شده. تایپ هم که نکردی. قبلا مطالب جای چاپ کردی؟ تازه ما تو روزنامه‌مون هرگز داستانای اینجوری چاپ نمی‌کنیم.
من نمیخوام داستان چاپ کنید و نمیخوام خبرنگار شما بشم. من به خاطر این اومدم اینجا که دیگه شما در این مورد هیچی نمیدونستی. آخه این موضوع تازگی نداره. یه پرونده خسته کننده و قدیمیه. بله درسته. خیلی خسته کننده است. چون واقعیتی که اتفاق افتاده. بدین به من. نوشته های منو بدین. ولی یه چیزی رو به من بگید آقای رئیس. اگه یکی از فامیلای شما تو این حادثه ناپدید میشد چی کار میکردین؟ در موردش نمی نوشتین؟ از موقعیت خودتون تو روزنامه استفاده نمی کردین؟ اگر خواهر یا برادرتون می اومد اینجا این رفتار رو باهاش می کردین؟ مگه تازه نمیگی قدرت قلم از اسلحه بیشتره؟ اینه قدرت قلم؟ من متاسفم قربان، یه کمی زیاده روی کردم. آخه هرچی درد آدم بیشتر باشه صدای نالشم بیشتر میشه. اون نوشته ها رو بدین به من ببینم چی کار میتونم بکنم. شما روزنامه رو خوندین؟ آره پولو، هم دیدم هم خوندم. حالا زود باش برو پیش کسی که این مطالب رو تو روزنامه نوشته، پیداش کن، بهش بگو بیاد اینجا، میخوام ببینمش فوراً. خیلی خوب، بگیر خوندمش. ببین چه ظلمایی به مردم میکنن. الان وقت ساکت نشستن نیست. حزب ما میتونه کمکش کنه. اون دختر اسمش چی بود؟ فیزا. پیداش کنین، بهش بگید بیاد اینجا. ما باید کمکش کنیم. ما. وای چقدر گرمه. خب من برای مصاحبه آمادم. این دیگه کیه؟ دوربین بردار بیار. ها؟ نگران نباش مادر. فیزا میشه چند کلمه در مورد مقاله‌ای که برای روزنامه نوشتی صحبت کنی؟ خودم از پسشون برمیام. ما منتظریم حرفاتون رو بشنویم. هر کجا رفتم تاریکی محض بود. انگار برادر من تو این تاریکی ها گم شده. هدف من فقط این نیست که بدونم چه بلایی سرش اومده. حالا میخوام بدونم علت این اتفاقات چیه؟ آیا چیزی هم آیده کسی میشه؟ خانم فیزا در مقابل شما با طرح این سوالات جواب بهتری رو میخواد. این اختلافاتی که احزاب ایجاد میکنن تا کی ادامه خواهد داشت؟ چه کسانی مسئول این خونریزی‌ها هستن؟ جواب این سوالا رو کی باید بده؟ از آخرین عکساش دارین؟ نشونم بدی؟ بله. پسر خوش قیافه‌ایه. چی کار میکرد؟ درس میخون؟ نه از کتاب خوشش نمیومد. زیاد دل به درس نمیداد. ولی خیلی هنرمند بود. طراحی، نقاشی، کارهای دستی رو دوست داشت. منظورتون اینه که یه هنرمند بوده و میتونست زندگیشو از لحاظ مالی تأمین کنه؟ بله. منظور من درست همین بود. خب درآمد خانوادگی شما از کجاست؟ مادرم اردو درس میده. حقوق بازنشستگی پدرم هم هست. تو بانکم پدرم مقداری پول داشت که هزینه تحصیل من شد. خب پس هدف شما از پیدا کردن برادرتون اینه که اون برگرده و کار کنه و زندگی شما رو تأمین کنه؟ نه منظور من اصلا این نیست. این نیست؟ چرا ناراحت شدین خانم فیزا؟ من فقط به خاطر کار خودتون این سوالات رو ازتون پرسیدم. بهتره در مورد کار صحبت کنیم. حتما. شما خودتون حالا یه چهره معروف شدین. اگه شما به مردم بگین مخالف هیچ حزب و گروهی نیستین، حتی اونایی که برادر شما رو کشتن حرفاتون رو باور میکنن. به هر حال ما با هیچ گروهی و با هیچ حزبی سر مخالفت نداریم. ما حتی به اونایی که طرفدار کنگره نیستن اعتراض نداریم. شما باید این موضوع رو کاملا درک کنید. میفهمم برای چی میگین شما. اونایی که مخالف کنگره هستن همه شناخته شدن. اونایی هم که طرفدار کنگرن میدونن چی کار دارن میکنن. تو این کشور کسی نیست که آگاهی سیاسی نداشته باشه. ما اینقدر هندوستانی هستیم که شما هستی. شما که بازم ناراحت شدین. میدونین چیه خانم فیزا؟ به نظر من این خیلی مهمه که دختر تحصیل کرده و روشن فکری مثل شما درباره اهداف حزب ما اطلاعاتی داشته باشه. بهتون توصیه میکنم هر زمان که وقت داشتین حتما بیاین تو جلسات حزبی ما شرکت کنین. پس شما میخواین من بیام عضو حزب شما بشم؟ اینجوری که خیلی خوب میشه. شما به ما کمک میکنین، ما به شما کمک میکنیم. با یه دست که نمیشه دست زد.
یعنی میخواین از وجود من برای خودتون استفاده کنین که برای کنگره رأی بیشتری بیارین؟ خانم فیزا ببخشید، شما منظور منو درست متوجه لازم نیست چیزی بگین آقا. اگه میتونین کاری بکنین صبر کنین. یه چیز دیگه، شما تو کتابتون نوشتین اگه کمکی میکنین بدون چشم داشت میکنین. درسته. متشکرم. خداحافظ. बचाओ मुझे, कोई बचाओ, बचाओ। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? उसे मार डालो, उसे मार डालो। एक चूहे से डर रही है? मार डालो उसे, वरना तुम्हारी उल्फत जान को कुतर कर खा जाएगा। कम वक्त तुझे जरा चखेगा भी ना तो बदहजमी से मर जाएगा। ये वापस तो नहीं आएगा ना? तू ऐसे ही बेसुरा राग अलापेगी तो जरूर आएगा। तूने मुझे बेसुरी कहा? बेसुरी तू, तेरी माँ, तेरी दादी, तेरी परदादी। एक चूहे को क्या भगा दिया? अपने आप को ऐसे समझिए जैसे 100 शेर मार डाले। निकल मेरे घर से। तू कितनी एहसान फरामोश है उल्फत। जिनका नमक खाती है उन्हें ही गालियां देती है। गाली? अरे गाली किस बज़ात ने दी है? ये तो मेरे बात करने का स्टाइल है। स्टाइल दिखाना है तो वहाँ जाके बैठिए, ये शरीफों का मोहल्ला है। बोल ले। अगर मेरा चाहने वाला होता तो तेरी बोलती बंद कर देता। अच्छा, जरा मैं भी सुनूं। कौन है तेरा वो चाहने वाला? क्या नाम है उसका? अमान, मेरी जान। मैं ही तो थी उसके दिलदार, राजदार और पहरेदार। जब मिला करते थे तो बच्चों की तरह मस्ती किया करते थे। मैं उन पर नजर रखती थी कि हाय किसी की नजर न लग जाए। पकड़ लिया। चलो अब मेरा जुर्माना भरो। नहीं अमान, तुम्हें मेरी कसम, वो नहीं कुछ और सही। जी नहीं, वही। उठा देख रहा है। अमान, तुम कितने अच्छे हो ना। मैं कोई अच्छा बच्चा नहीं है, मैं तो बहुत बुरा हूँ। मैं रो दूंगी। क्यों नहीं, जल्दी से फटाफट। यहाँ तुमने आंखें बंद की और उधर मैंने बेशरम। देखो गाली वाली बाद में पहले जुर्माना। नहीं। तो ठीक है, वो नहीं तो फिर 100 बार उठक बैठक कान पकड़ के। चलो शुरू हो जाओ। ठीक है। 1, वेरी गुड। 2। अच्छा आंखें बंद करो। ये हुई ना बात। होंठों पे, गाल पे। ठीक है, गाल पे। आंखें तो बंद करो। शहनाज बेबी। अमान, अरे क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। वो आदाब। आदाब। ये क्या चल रहा वो था? हम आंख में चोली खेल रहे थे। वो तो मैं भी देख रही हूँ कि मोहब्बत की आंख में चोली खेली जा रही थी। नहीं उल्फा जान, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने भी अपनी जवानी में ऐसी आंख में चोली बहुत खेली है। अब तो ऐसा लगता है कि वक्त हमारी आंखों में पट्टी बांधकर भूल गया है। कब से चोर बनी खड़ी हूँ। उल्फत जान, आप अम्मी से तो नहीं कहेंगी ना? क्यों? क्योंकि उल्फत जान, आपके सच्चे चाहने वालों में से एक मैं ही तो बचा हूँ। सबूत दो। अगर चाहने वालों को ठुकराया ना होता तो तेरे बराबर का एक जान जवान बेटा होता मेरा। जा, शहनाज बीबी तो चलेगी, तू भी चला जा। जा बुला के ला उसे, जा उसका पीछा कर, जा। कल एक नई सुबह होगी, दिन यूं ही ना ढल जाने दे।
धूप मलूं मैं तेरे हाथों में, आ सजदा करूं मैं तेरे हाथों में। ओ सुबह की मेहंदी छलक रही है, आजा आजा माहिया, आजा माहिया, आजा आजा माहिया, हो आजा माहिया। आजा माही मेरे, 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 आहिस्ता पुकारो सब सुन लेंगे, बस लबों से छू लो लब सुन लेंगे। भीतर से धड़क रही है, आजा आजा माहिया, आजा माहिया, आजा आजा माहिया, हो आजा माहिया। एक नूर से आंखें चौंक गईं, देखा जो तुझे आईने में। एक नूर से आंखें चौंक गईं, देखा जो तुझे आईने में। कोई नूर किरण होगी वो भी जो चुभने लगी है सीने में। आजा माहिया, आजा माहिया, आ धूप मलूं मैं तेरे हाथों में, आ सजदा करूं मैं तेरे हाथों में। ओ सुबह की मेहंदी छलक रही है, आजा आजा माहिया, हो आजा माहिया। आजा आजा माहिया, आजा माहिया। माहे माहे रे, माहे माहे रे, माहे माहे रे।
تو میدونی پس فردا شهنازو عقد میکنن؟ چرا نمیری بهش بگی باید منتظر امان بمونه؟ اون میاد، مطمئنم که میاد. الفت، یه مادر همه چیزو خوب میفهمه. منم میخواستم شهناز با پسر من ازدواج کنه و بچه دار بشه، خونمونو آباد کنه. اگه دست من بود جلوی عقد شهنازو میگرفتم، ولی با چه رویی به شهناز بگم دخترم یکم دیگه صبر کن. سلام. ممنون. بفرمایید. خیلی خوش آمدید. ماشاءالله چقدر به هم میان. چشم بعد ازشون دور. چه آهنگ مسخره میزنن. من که خوشم نمیاد. الان وقت همین آهنگاست. برای همینه کسایی که واقعا موسیقی بلدن ساکتن. ببخشید. دوربین؟ خوش اومدین قربان. منتظر شما بودم. بفرمایید. سلام. بفرمایید اینجا بشینید. قربان براتون چیزی بیارم؟ بیا. ببخشید الان برمیگردم. این دیگه کیه؟ الفت خانم یواشتر حرف بزن. این آقای محترمیه، لیدر یکی از حزباست. تشریف میبرین؟ متشکرم خواهر. بشن. از دعای خیر شما متشکرم. شهناز. فیزا خوشی پسرم. فیزا معذرت میخوام، نتونستم صبر کنم. چرا از من عذرخواهی میکنی دیوونه؟ تو باید آمن بدبخت رو ببخشی. اون در مقابل تو مقصره. دخترم فیزا. بله لیدر حزب میخوان تو رو ببینم. باشه. راحت باش دخترم. من پدرتو از قدیم میشناختم. خیلی میومد پیش من. تو خیلی کوچیک بودی که اون به رحمت خدا رفت. حتما دلت براش تنگ میشه. بله بخور دخترم، بستنی بخور. متشکرم. گفتم برای تو آوردن. نه متشکرم. خب حالا چیکار میکنی؟ دنبال کار میگردم. این که برای تو مشکلی نیست. ما یه مدرسه کوچیک داریم، میتونی بیای اونجا مشغول باشی. انسان باید به هم نوع خودش کمک کنه، به خصوص به یه مادر، به یه دختر. شماها عزت و آبروی مایین. متشکرم ولی فردا نمیتونم بیام. دلیل خاصی داره؟ میخوام برم دنبال برادرم بگردم. ولی این تلاشی که تو میکنی بعضی ها یه برداشت دیگه میکنن. اونا میگن تو میخوای خاطرات امن رو دوباره زنده کنی و همه چیزو از زیر خروارا خاک بکشی بیرون. حرکت خیلی وحشتناکیه. تلاش تو برای پیدا کردن حقیقت شاید خوب باشه، ولی در کل میتونه عواقب وحشتناکی داشته باشه. یکم بیشتر فکر کن. حالا شما به من بگین ببینم، آیا یه دختر حق نداره دنبال برادرش بگرده؟ آیا یه مادر حق نداره دامادی پسرشو ببینه؟ اگه شما میترسین که مردم در مورد شما اشتباه فکر کنن، خودتون رو بکشین کنار، بگین که نمیتونین کمک کنین. احساساتتو کنترل کن دختر. کی گفته من نمیتونم کمک کنم؟ یه چیزی رو میدونی؟ این زخمیه که جوش خورده. اگه دوباره فشار بدی خونریزی میکنه. آقای محترم، شما چرا اینقدر از حقیقت میترسین؟ میشه در این باره یکم بیشتر توضیح بدین؟ شما، اون بازرس، گزارشگر روزنامه و کیسینگ، همتون فقط میگین ساکت باش. ولی آخه چرا؟ با ساکت شدن من چی درست میشه؟ حکم قاضی دادگاه هم صادر شده. بعد از 6 سال چی تغییر کرده؟ ما میخوایم صلح و آرامش برقرار باشه، ولی تو میخوای آشوب بپا کنی.
صلحش زمانی برقرار میشه که عدالت در مورد آدما اجرا بشه. محافظه کاریم تو جامعه حد و حدودی داره. رنگ‌های سبز و زرد هر کدوم یه بخشی از پرچم هندوستانه. هر رنگی باید جای خودش باشه. نباید یکی از این رنگ‌ها کل پرچمو بگیره. متوجه شدین؟ خداحافظ. ये देखो ना ले पटाखा ले क्या रे फुलझड़ी बड़ी टीवी स्टार बन गई है, बहुत बड़ी टीवी स्टार। अपने साथ एमटीवी करने का है क्या? बाबू आप दिखा रही हैं? क्या आँख किसको दिखाती तू? आँख किसको दिखाती है? किसको आप दिखा रही है तू? अरे तेरे को एसिड छोड़ो मुझे क्या कर लेगी तू? अरे डरते हम लोग तो भाई इससे। ये एकदम टेक्निकल रोल है अपनी। ये तो ये रास्पबेरी है, क्या हो गया तेरे को? सामान को लगाम दी नहीं तो क्या कर लेगी तू? बोल क्या कर लेगी? बचाओ हमें भाई रियाज चूरा चूरी है क्या यहाँ? कोई है क्या? आओ ना बाहर। अरे तुम लोग का मतलब तो क्या है? चल रही है, चल पीछे चल। चल बाबू वट ले अभी। अरे भाग क्यों रहे हो? औरतों को डरा रहे थे ना, मर्दों तो आओ मुकाबला करो। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, समझी तो? अरे पूरा पिक्चर तेरे को बाद में दिखाते हम लोग। हाँ बेगैरत कमबख्तों बेसहारों पर जुल्म करते। दोबारा ऐसा कभी मत बोलना अम्मी, हम बेसहारा नहीं हैं। فیزا جون گل فیزا جون اون آقای گل فرستاده. من از این جوونی که برات گل میفرسته خوشم میاد. از همه مهمتر این که با تو صداقت و همدردی داره و علاوه دیگه تو گل فرستادنم خسیس بازی در نمیاره. به چی فکر میکنی مادر؟ نکنه داری راجع به ازدواج من و اون فکر میکنی؟ اگه اینطوری فکر کنم چی میشه؟ برای من گرایش مردا به این گروه و اون گروه اصلا مهم نیست. فقط باید دلشون صاف باشه. مگه نمیشه یه مرد به حزبی بستگی داشته باشه، قلباً آدم با خدا و با ایمانی هم باشه؟ پدر خدا بیامرزت همیشه میگفت ایمان اصلی آدما عشق به خدا و خلق خداست. خب حالا دیگه اون کتابو فردا بخونم؟ چشم، هر چی شما بگی. دختر خوبی شدی؟ خبری از امن نشد؟ نه. بعد از اینکه اون مقاله چاپ شد غیر از خبرنگارا و افراد احزاب کسی تماس نگرفت؟ معلوم نیست غیر از اونا کسی دیگه اون مقاله رو خونده باشه. این روزا مردم تیترای روزنامه رو میخونن. خب حالا اگه فرض کنیم که اون زنده است. اون زنده است. نمیشه چشمام انقدر عوضی ببینه. دلم هم همینو گواهی میده. پس کجا میتونه باشه؟ چرا قایم شده؟ چرا نمیاد؟ فکر نمی کنی شاید عضو گروهی شده باشه؟ مثلا چه گروهی؟ فیزا ناراحت نشو. منظورم اینه که یکی از گروه‌های مخالف دولت یا یکی از گروه‌های خودمختار. عکس امنو همراهت داری؟ چی کار میکنی؟ ببین من اینو از اینترنت گرفتم. چشماشو نگاه کن. من این عکس همونیه که تو مرز فعالیت میکنه. باید برم اونجا. منم باهات میام فیزا. درست نیست یه دختر تنها اونجا بره. یه دختر با پسر فرقی نداره. خودم تنهایی باید برم اونجا. منم میتونم بهت کمکی کنم. مواظب مادرم باش.
خانم میخوای عکس منو بگیری؟ شما باید به اینجاها خیلی وارد باشین. این منطقه همش خونه ای ماست. رو سرمون سرپناهی نداریم. خونمون بزرگه. معلومه از خانواده سرشناسی هستی. برای چی اومدی اینجا؟ دنبال کسی میگردم. ببین دختر جون، توی این منطقه اگه کسی گم بشه به سختی میشه پیداش کرد. شما اینو تا حالا دیدین؟ نه ندیدم. خب نگاش کنی. هی دختر، اگه بخوای زیاد حرف بزنی حساب تو میرسم. خانم نگاش کنی. نمیخوام نگاه کنم. خب یه بار نگاش کنین دیگه. نگاه نمی کنم. شما اینجا چی کار میکنیم؟ هیچی، روزگار میگذرونیم. یعنی دیشب اینجا هیچ کاری نکردی؟ نه، این روزا کاسبیمون کساده. حالا اگه شما چیزی میخواین براتون بیارم. امر فرمایین. نون، شراب قرمز یا... ساکت باش. خودت میدونی من چی میخوام. اون کجاست؟ ریشما اون توی قربان داره آماده میشه. آخه امروز جشنه.
مادر، من خیلی من گشتم. بی نتیجه از فکر میکنم فایده ای نداره. دیگه نمیخوام بگردم. چی شده؟ چه خبر شده؟ तू कहाँ चला गया था? हमें छोड़कर क्यों चला गया था? हमसे क्या कसूर हो गया था अमान? من و مادر هرچی بود کشیدیم، مهم نیست. ولی تو چرا خودتو به این روز انداختی؟ تو با اینجور آدم دمخور شدی؟ زود قضاوت نکن. اونا چطور آدمایی؟ بگو. چرا نمیگی؟ بگو دیگه. به چشام نگاه کن و بگو. برای پیدا کردن تو چه کارایی که نکردم. باید تو رو تو این وضعیت پیدا کنم اینجوری، اونم برادر من. میخواستم تو رو زنده پیدا کنم و خوشحال بشم. اینجوری منو خوشحال میکنی؟ اینجوری؟ میخوای بدونی چرا؟ واقعا میخوای بدونی؟ پس با من بیا. چاره‌ای نداشتم، باید شروع میکردم. چی رو؟ مبارزه رو علیه ظلم و بی‌عدالتی. اسم یه جنگ بی هدف گذاشتی مبارزه؟ این چه جور مبارزه ایه؟ که تو دزدی هم میکنی؟ ما از اونا اونقدر ور میداریم که حقمونه. پس حق مادر و خواهرت چی؟ اومدی اینجا با من بحث کنی؟ نه، فقط خواهش میکنم به من بگو برای چی این کارو کردی؟ به خاطر کی؟ میکشیش احمق. چی کار داری میکنی؟ برش کن کسافت. فرصت بده. میکشیش احمق. اونجاست. بگیرینش. دختر منو کش. بگیرینش. نظر این طرف بده. اونا رو کشتی. ولم کن.
پاشو. اونهاش اونجا خودشه. بیان بگیرش. دختر منو کش. بیان بگیرینش. خودشه. بیان بزنینش. بعد از اون ماجرا اگه برمیگشتم چی میشد؟ خوشحال میشدی؟ همه خوشحال میشدن. ولی تا کی؟ بالاخره یه روز پلیس منو پیدا میکرد. در این صورت میدونی چی میشد؟ برای همین اومدم اینجا تو این ویرانه های دور افتاده که هیچ کس منو پیدا نکنه، حتی پلیس. تو اون شهر میدونی چه اتفاقاتی میفته؟ میدونی به اسم شهر نشینی و تمدن با مردم چی کار میکنن؟ ایران فیلم. تو این مدت خیلی سعی کردم بیام خونه خواهر. حتی چند دفعه اومدم بمبئی، ولی نتونستم بیام خونه. دلم برای تو تنگ شده بود. میخواستم مادر رو در آغوش بگیرم، ولی وقتی یاد چهره‌های غمگین شما و پلیس میافتادم از اومدن منصرف میشدم. راهی که انتخاب کردم درست بود، کاریم که من کردم درست بود. خوشحالم بودم چون به خودم مربوطه. در این صورت حقیقت رو فقط خودم میدونم، نه کسی دیگه. اگه مراد خان رو ندیده بودم نمیدونم چه بلایی سرم میومد. کدوم مراد خان؟ همون که تو بمبئی. برو دنبالش. نترس، ما دوتا مسافر یه راهیم. میخواستم تو و مادر مطمئن بشین که من مردم، ولی فراموش کرده بودم که تو خیلی سمجی. وقتی دوستام گفتن که تو دنبال من میگردی دعا کردم، خیلی دعا کردم. گفتم خدایا اون هیچ وقت منو پیدا نکنه. ولی هیچ کدوم از دعاها مستجاب نشد. میدونی به کسی که دوتا زن بی پناه و اینجوری ول کنه بره چی میگن؟
میدونی؟ میگم بزدل، ترسو. من نخواستم خودم رو قهرمان جلوه بدم. قهرمان مال قصه هاست. بعد چی شد؟ اون منو برد اونجا. اولش بهم خندیدن، ولی بعدش حسی در من زنده کردن، حسی که منو شعله ور کرد. فهمیدم که زندگی اجبار نیست، یه هدفه. گلوله های اسلحه برای شستن خون دیگه یا میریزن. اگه هدف تو زندگی اینه، من دیگه حرفی ندارم بگم. تو تصمیم تو برای زندگیت گرفتی. من برای زندگیم هیچ تصمیمی نگرفتم خواهر. این زندگی بود که برام تصمیم گرفت و منو وادار به قبول کرد. اگه میتونی ساکت باشی و بی‌عدالتی رو تحمل کنی، اگه میتونی بدبختی آدمای مظلوم رو تحمل کنی، اگه میتونی بی آبروی مادر و خواهرت رو تحمل کنی، اینجا جای تو نیست. اگه میتونی تحمل کنی که سرزمین ما و حق انسانی ما رو بگیرن، در این صورت برگرد. ولی جایی که برمیگردی یادت باشه نمیتونی با عزت زندگی کنی. حتی با عزت مردنم نصیبت نمیشه. حالا خودت تصمیم بگیر. من میمونم، با شما میمونم. برقراری عدالت هدف ما. برقراری عدالت. شلیک کن، زود باش بزنشون. از چرا معطلی؟ برو تو! منو مدیون خودت کردی. هی! یه نصیحت بهت میکنم آمن، هرگز از تاریکی نترس. تو بی پناه نیستی، تو هم مثل مایی. هر کدوم از ما به نحوی و به شکلای مختلف آبرو، شرف و عزت خانوادگیمونو از دست دادیم. نباید بذاریم بلایی که سر ما آوردن سر کس دیگه ای بیارن. میخواد اون کس کافر باشه یا خداشناس. نمیخوام بیشتر از این خودتو تحت فشار بذاری. تا وقتی مثل فولاد محکم باشی، نه من ازت سوال میکنم نه تو از من سوال کن. از امروز تو برادر منی. حالا اون آتشی رو که میخوای تو دلت شعله ور کن. و من برادر من، اون چه بلایی سرش اومد؟ اون مرد. نه این امکان نداره. تو باید زندگی کنی به خاطر من، به خاطر مادر. نباید خودتو فدای این آدمای خودخواه بکنی. تو باید با من بیای. هیچ کس نباید جلوی تو رو بگیره. من هیچ کس. تو از روی احساسات حرف میزنی. من نمیتونم بیام. اگه با من نیای، از اینجا یه راست میرم پیش پلیس. کاری میکنم همه ی گروهتون رو بگیرن. اونا سایه ما رو نمیتونن بگیرن. ببین منو ناامید نکن. من وقتی میومدم قسم خوردم اگه تو زنده باشی با خودم برات گردونم. تو باید با من برگردی همین الان. فیزا خواهش میکنم بفهم. نمیتونم برگردم. نمیتونم. چرا میتونی؟ همین الان میریم. کی میخواد جلوی تو رو بگیره؟ بریم. بریم فیزا گوش کن. ببین چی میگم. بریم.
نه، یه بار جون منو نجات داده، بذار بره. ای بابا اومدم. خدایا شکرت، 1000 بار شکرت. مادر 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 چرا ما رو تنها گذاشتی رفتی؟ نگفتی ما بدون تو چی کار کنیم؟ اقلا یه خبری به ما میدادی. منو ببخش مادر جان. دلت برای ما تنگ نمیشد؟ منو ببخش مادر. من شرمنده هستم. باید به ما قول بدی که دیگه ما رو تنها نمیذاری تا وقتی که فیزا به خونه بخت نرفته و منو با دستای خودت تو قبر نذاشتی. نباید ما رو تنها بذاری. چشم مادر. قول میدی؟ چقدر بزرگ شدی. ماشاءالله. چرا ریش گذاشتی؟ حتی یه نامم برای ما ننوشتی. تو هیچ وقت بدون گفتن شب بخیر به من نمیرفتی بخوابی. خیلی لاغر شدی. برم یه چیزی بیارم. میخوری؟ من خیلی خستم مادر. میخوام یکم بخوابم. باشه بذارم. چه کارای مسخره ای؟ خاله
به منم بده به منم بیا بده. تو هم دهنتو شیرین کن چون پسرم برگشته. بگیر. امن بیا بازی کنیم. نه جونم، من خستم. شما بازی کنین، من تماشا میکنم. آره تو دیگه بزرگ شدی. احتیاجی به این کارا نیست مادر. چرا احتیاج نیست؟ امروز بر من روز مبارکه، باید این کارا رو بکنم. نمیدونی چقدر از دیدنت خوشحالم. امن پاشو بازی کنیم. پاشو مادر، پاشو ما هم بریم بازی کنیم. بلند شو بلند شو بلند شو، خوش میگذره. پاشو. مدارکت خیلی خوب و قابل قبوله. من احساس میکنم یه جای اسم تو رو خوندم. تو همون دختری نیستی که تو روزنامه در مورد پیدا کردن برادرش مقاله نوشته بود و تو تلویزیون هم سر صدای زیادی کرده بود؟ چرا؟ همونی؟ بله. میدونی این شرکت که از اون شرکت‌های بزرگ و بین‌المللیه. من نمیخوام مشکلی یا حرفی تو کارم پیش بیاد. مثلا چه مشکلی ممکنه پیش بیاد؟ ببین، معلومه که تو دختر باهوش و منطقی هستی. خوشگلم هستی. یه قراری برای شام میذاریم. شام میخوریم و بعدشم یه گشتی میزنیم و میفرستمت خونه. این فکر کثیف و تونکله‌ی پوکت نگردار. سلام. من سکوت اینجا رو خیلی دوست دارم. روزای تعطیل کالج ما خیلی ساکته. عالیه. راست میگی، اینجا خیلی ساکته. بعضی وقتا فکر میکنم اگه بزرگ نمیشدیم چقدر خوب میشد. همش میگشتیم، خوش میگذروندیم، بستنی میخوردیم، یه رویاهایی تو سرمون داشتیم و یه آرزوهایی تو دلمون. همیشه هم دوست داشتیم بزرگ بشیم، مگه نه؟ خیلی احساساتی شدی. راست میگم دیگه. همه این مشکلات وقتی شروع میشه که ما بزرگ میشیم. اگه بزرگ نمیشدیم این همه درد سر نداشتیم. تو از آنیرود خوشت نمیاد؟ نمیدونم، میترسم اینو از دلم بپرسم. حرف منو قبول کن، باش ازدواج کن. میتونین با هم برین یه کشور دیگه. اونجا ازتون نمیپرسن مسلک و مرامت چیه، اصلا چیزی ازت نمیپرسن. فیزا، تو این دنیا همه میخوان یه پناهی داشته باشن. هیچ پناهی هم بهتر از این نیست که یکی آدمو دوست داشته باشه. फिर क्यों बरसती नहीं, उड़ती रहती है तू पंछियों की तरह, आ मेरे आशियाने आ। मैं हवा हूँ कहीं भी ठहरती नहीं, रुक भी जाऊँ कहीं पर तो रहती नहीं, मैंने दिल के उठाए हुए हैं परों पर आशियाना नहीं
उड़े चल चले हम जहाँ कोई रास्ता ना हो कोई रहता ना हो कोई बसता ना हो कहते हैं आँखों में मिलती है ऐसी जगह फिजा फिजा हवा है फिजा है ज़मीं की नहीं तो घटा है तो फिर क्यों बरसती नहीं उड़ती रहती है तो पंछियों की तरह आओ मेरे आशियाने में आओ। मैं हवा हूँ कहीं भी ठहरती नहीं रुक भी जाऊँ कहीं पर तो रहती नहीं मैंने दिल के उठाए हुए हैं परों पर आशियाना नहीं है मेरा। نمیتونم حضوری با تو حرف بزنم. برای همین رو نوار برات ضبط کردم. اگه گوش کنی متوجه میشی. بگیرش. به چی نگاه میکنی؟ این سیاستمدارا همه جا هستن. فیزا آروم باش. اونا رو ول کن. میدونی بعضی وقتا فکر میکنم تو بدبینی. با هیچ کس هم رفت و آمد نمیکنی. آدمای خوبی هستن که باهاشون معاشر باشی. دوشنبه به یه مهمونی دعوتم کردن. میای بریم؟ امیدوارم تو اون مهمونی بهت خوش بگذره. خیلی خوب بابا پرسیدن که عیب نداره. به هر حال اگه حوصله‌شو داشتی ساعت 6 بیا. خیلی ممنون. خداحافظ. خداحافظ. ببینم کجا بودی فیزا؟ تو چی کار داری؟ من حق دارم ازت بپرسم. میخوای بدونی اون پسر کیه؟ و چه کار است و با من چی کار داره؟ اسمش آنیروده. وقتی تو رفتی و ما رو تنها گذاشتی خیلی بهم کمک میکرد. چی کار میکنی پسر؟ تو امن هستی؟ درست فهمیدی؟ سلام. امن؟ برای چی از دست من ناراحتی؟ اگه ما همدیگر رو بیشتر بشناسیم میدونم دوستای خوبی میشی. من نیومدم اینجا دوست پیدا کنم. فقط میخوام بدونم تو با فیزا چی کار داری؟ ببین امن، نیت من خیره. میخوام با فیزا ازدواج کنم. اونم این موضوع رو میدونه؟ نه. تو خودتو برای فیزا لایق میدونی؟ یک کمی. عیبی داره؟ کم و زیادش اصلا مهم نیست. موضوع زندگی خواهر منه. بگو ببینم، به نظر تو بزرگترین دلخوشی فیزا چیه؟ من میدونم که تو و مادرت بهترین دلخوشی فیزا هستین. تو که نمیخوای این دلخوشی رو برای همیشه از خواهر من بگیری ها؟ بعد از این دیگه نباید فیزا رو ببینی. فهمیدی؟ خیلی خوب. اگه تو اینجوری میخوای من حرفی ندارم. قبوله. تو بردی. حرفای منو نشنیده بگیر. فقط یه قولی بهم بده. قول بده که فیزا رو خوشبخت میکنی و هیچ وقت اونو تنها نمیذاری. قول میدم. امن، تو اینجا چی کار میکنی؟ هیچی مادر، دارم نقاشی قدیمیمو جمع میکنم. خودم برات جمع میکنم. این روزا همش به فکر تو هم. نه کاری میکنی نه با من حرف میزنی. چرا؟ نکنه خندیدن یادت رفته پسرم؟ نه. آره؟ خب حالا من خندیدن رو یادت میندازم. باشه؟ میدونی چطوری؟ اینطوری. نه مادر، نکنی.
दोस्तों, हम रोज की तरह हंसेंगे लेकिन एक नए अंदाज में। आप लोगों ने गौर किया होगा कि हर एक की हंसी में कुछ न कुछ खासियत होती है, जिन्हें देखकर, जिन्हें सुनकर, फिर सोचकर हंसी आती है। जैसे कि हमारे क्लब का वॉचमैन नेपाल से हैं, उन पे तो इनाम रखा हुआ है कि हंस रहे हैं, रो रहे हैं। वो शायद मेरे को छुट्टी चाहिए, ये एक हंसी। और मेरे एक दोस्त पंजाबी भाई हैं, उनकी हंसी में ऐसा लगता है कि बॉर्डर पे लड़ने जा रहे हैं। अपने गुजराती भाई है मेहता, वो जब हंसते हैं तो उनकी हंसी में गरबा नजर आता है, ऐसा गरबा खेल रहे हैं। और हमारे महाराष्ट्र भाई एक हैं, वो जब हंसते हैं तो उनके मुंह में तंबाकू है लेकिन हंसते हैं। वो तंबाकू में बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी हंसते हैं। अब एक है सुब्रमण्यम, हमारे दोस्त है मद्रासी भाई, वो है उनकी हंसी बंद करने के लिए उनके मुंह में कुछ डालना पड़ता है। तो मेरे दोस्तों, मैं कहता हूं कि खुल के हंसो, पंजाबियों की तरह हंसो, मद्रासियों की तरह हंसो। हंसने से बहुत फायदा है। हंसी नहीं है तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। हंसते रहो, हंसते रहो, हंसते रहो। امان، اون آقا مال باشگاه خنده است، تازه شروع به کار کردن. برو بین اونا یه خورده بخند تا دلت باز شه. تنهایی که نمیتونم برم مادر. من باید برم خرید پسرم. باش. خوش اومدی به جمع ما، خوش اومدی. همونطور که گفتم بعضیا زیاد نمیخندن. بیا اینجا، بیا. آفرین. خب داشتم میگفتم خنده آدما فرق داره. بین هنرپیشه‌ها مثلا شاهرخ خان در نظر بگیریم. اون با خساست میخنده. دیروز خندیده، امروز صداش میاد بیرون. انیل کاپور انگار داره مسواک تبلیغ میکنه. هر کسی یه طور میخنده. گویندا از ته دل میخنده. دندوناش میزنه بیرون، میشه دندوناشو شمرد. از ته دل میخنده. خنده یه آدم فرق داره. حالا امیر شیوری جونورای جنگل هم فرار میکنن. بچه از به دنیا اومدن منصرف میشه، میگه اگه این بازم بخنده من دیگه به دنیا نمیام. حالا بریم سراغ سیاستمدارای بزرگ دنیا. بیل کلینتون، اون اینطوری میخنده. انگار داره به همه منت میذاره. اون اینجوریه دیگه. ای دلقه که بیمزه، از کی اجازه گرفتی اینجا برنامه جا کنی؟ این منطقه مال ماست. برو بینم، برو. خوب از خود معرکه گرفتی ها. الان حساب تو میرسی تا تو باشی دیگه این برای بیداد نشد. بلش کنین. شماها غیر از دعوا کار دیگه ای ندارین؟ ای عوضی تویی کجا بودی؟ کجا بودی؟ سلام کن. تو هم بس کنین، ما آمدیم اینجا بخندیم نه اینکه دعوا کنیم. باره ببینم. ای عوضی، تو اینجا چی میخوای؟ ها؟ راست میگه، خرجتو خواهرت میده، اون وقت برای ما گردن کارافی میکنی. بلد نمی کنی. آره بلد نمی عوضی. ما میدونیم تو آدم کشی. بازم میام حسابتو میرسیم. روشان نمیشه. فرار کن.
عمیقه، روش بسته باشه. متشکرم دکتر. امان. شهناز سلیم، این امنه، همونی که برات گفتم. تو همونی که زن من اذیت میکردی؟ بگو ببینم برای چی زن من اذیت میکردی؟ اون وقت با تو ازدواج نمیکرد، با من ازدواج میکرد. راست میگی؟ تو کجا بودی پسر؟ چرا عروسی ما نیومدی؟ خب نتونستم که به موقع برسم. به هر حال از دیدنت خوشحال شدم. آقای سلیم. بله. دکتر با شما کار داره. باشه ببخش، الان میام. چطوری شهناز؟ خوبم. چرا به من نگفتی رفتی؟ اگه گفتی منتظر میموندم. منو ببخش شهناز، نتونستم رویاهامو به حقیقت برسونم. بخشیدمت. شما زنا چرا اینقدر بزرگواری؟ خواهرم، مادرم، همتون منو بخشیدین، هیچی هم بهم نگفتین. من همیشه از خدا میخواستم اگه یه روزی تو برگشتی و تو انگشتم حلقه ازدواج دیدی، از من بخوای که تو رو ببخشم. و حالا که گفتی تو رو میبخشم، احساس میکنم که خدا دعای منو مستجاب کرده. شهناز آقای دکترم گفت که درسته. بهم تبریک بگو امن، من پدر میشم. تبریک میگم. بریم عزیزم. خوشحالی؟ من کیم؟ چی کارم؟ به کجا میخوام برسم؟ خدایا این چه سرنوشتیه که من دارم؟ بی هدف روزا رو شب میکنم و شبا رو روز. تو خونه سربار مادر و خواهرم شدم، اونا منو تحمل میکنن، ولی من لیاقت این همه محبت اونا رو ندارم. بیرون از خونه زندگی به بتالت میگذره. اگه مادرم بفهمه من آدم کشتم چی به من میگه؟ خدایا تو اجتماع نمیتونم برم، همه روشون از من بر میگردونن. چطوری بهشون بفهمونم که من دیگه با گذشتم کاری ندارم؟ مراد خان راست میگفت، نمیتونم بی عدالتی رو تحمل کنم. من نمیذارم اون ظلمی رو که به ما شده به دیگران هم بشه. پس دیگه راهی برام باقی نمونده، همون گمنام بودنم بهتره. باید برگردم به همون راهی که میرفتم. بیا تو. کی بهت گفت من اینجام؟ هیچ کس. فکر کردم شاید برای انجام کاری اومده باشی بمبئی، برای همین اومدم اینجا. واسه چی اومدی؟ اشتباه کردم، بدون فکر اون کارو کردم. نه، اشتباه از من بود. نباید آدمی مثل تو رو میپذیرفتم. حالا چی میخوای؟ حق با شما بود. اونجا زندگی با عزت که هیچ، مردن با عزت هم نصیب من نمیشه. که اینطور؟ حالا میری یا نه؟ من اومدم با شما باشم. من اشتباهمو تکرار نمی کنم. همین. مسخره کردی پسر؟ فکر کردی این یه بازیه که هر وقت دلت خواست بیا یا هر وقت دلت خواست بری؟ مسخره که نیست. تو چرا تا حالا زنده ای؟ برای چی زنده ای؟ برای اینکه مراد خان تو رو در پناه خودش گرفت. اشتباه کردم. حالا میخوای دوباره اون اشتباه رو تکرار کنم؟ نه، هرگز. من برای هر کاری آمادم. اینجا دارم خفه میشم، نمیدونم کجا برم، چی کار کنم.
بگیر. تو خونه مادرت، خواهرت، هر کی که هست بهشون بده. این دفعه دیگه نباید حتی پشت سرتم نگاه کنی. برو. गीतांजलि सुनो। Hi. Thanks for coming. You look really cool. गीतांजलि का कहना नहीं टाल सकी। हाँ, उसी ने तुम्हें आउटफिट पहनने के लिए बुली किया, राइट? Anyway, I'm very grateful to her. But I'm not. देखो, गीतांजलि को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ. She wants you to have a good time, that's all. और मैं ये भी जानता हूँ कि वो बाहर एंट्रेंस पे किसी के साथ फ्लर्ट कर रही होगी. और इससे पहले कि वो आए, let's go and dance. Come on, come on. No, no thanks. I'm fine. फिर नहीं? ये तुम्हारा नहीं कब तक चलता रहे? मैं तो तंग आ गया हूँ. तुम्हें अमान की फिक्र है, लेकिन मुझे तुम्हारी ज्यादा फिक्र है. तुम्हें बहुत पेच है. What are they Never up seen to? her before. Cool, babe. Why is she monopolizing anywhere? मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। Just forget it. तुम दूसरी लड़कियों की तरह जिंदगी का जरा सा भी मजा नहीं ले सकती. You have no right to talk to me like this. तुम इससे मजा कहते हो? You want me to be like them? तो ठीक है. तुम्हें मजा देखना है, तो देखो. बदतमीजी पे हम आ गए तो तुम शरीफों का फिर क्या होगा? है शीशे के घर तुम्हारे, मारा पत्थर तो फिर क्या होगा? आँख मिलाऊंगी, आँख चुराऊंगी, दिल धड़काऊंगी, होश उड़ाऊंगी, सबको मना लूंगी. सब रूठ गए तो क्या, मैं नाचूं बिन पायल, घुंघरू टूट गए तो क्या, मैं नाचूं बिन पायल, घुंघरू टूट गए तो क्या. नाचू नाचू ना 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 नाचू 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 ना 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 नाचू. आँख मिलाऊंगी, आँख चुराऊंगी, दिल धड़काऊंगी,
खुश मिस्टर अनिरुद्ध? Now don't follow her. Let her be for a while. I'm very sorry. फिजा जैसी है वैसी बहुत अच्छी है. I don't ever want her to change. Mrs. Malhotra ठहरे नहीं. بگیر مواظب باش. بگیر گفتم بگیرش. بگیر نذار از دستت بره. بگیر گفتم بگیرش. هورا بادبادشم رفت هوا. به چی داری فکر میکنی؟ میخوای وقت بگذرونی؟ برو یه سفارش بگیر. اگه از من میپرسی برو دنبال درست. بی خودی این چند سال تباه کردی. من هیچی رو تباه نکردم. تو هیچ وقت منو درک نکردی. شایدم نخواستی درک کنی. فقط میگم که من بی خودی کاری نکردم. منم یه فکری دارم، یه هدفی دارم. من میفهمم چی میگی. الانم میدونم تو دلت چی میگذره. من نمیذارم دوباره برگردی من. اگه میخوای به مردم کمک کنی دردشون رو درمان کن. حداقل باهاشون همدردی کن. من نمیخوام باهات بحث کنم فیزا. تو چرا همش به من پیله میکنی؟ برای اینکه من تو وجود اینا من میخوام مامان قبلی رو پیدا کنم. اونی که مال با بود. تا حالا فکر کردی چقدر عوض شدی؟ نه، شرایط عوض شده. یادته مام بچه بودیم، بازی میکردیم، دعوا میکردیم، چقدر خوش میگذشت. فیزا ازت یه خواهشی دارم. اگه بخوای التماس میکنم، ولی نگو نه. چی میخوای بگو؟ ببین این چیه؟ وازش کن ببین. آمن برادر برای خواهرش هدیه نمیخره؟ ولی ما که طلا داریم. اون طلاها باید تو خونه بمونه. تو رو به صداقت بچگیمون، تو رو به خاطرات پاکمون قسم نگو نه. ولی آمن ازت خواهش میکنم دیگه سوال نکن. بعدن خودت همه چی رو میفهمی. कभी न कभी अम्मी को बताना ही होगा. چیه؟ یواشکی با هم حرف میزنی؟ هیچی مادر. اشکالی نداره. بالاخره میفهمم راجع به چی حرف میزنی. بعضیا دوست دارن یواشکی حرف بزنن. لابد میخوان رازی رو پنهان کنن. منم یواشکی یه کارایی میکنم. بعضی وقتا میرم یواشکی ماتیک الفت از سو اتاقش ور میدارم. بعدشم برای اینکه سرم گرم بشه دماغ بیچاره رو از این ور به اون ور میکشونم. بعضی وقتا میرم یواشکی حلوا درست میکنم. هی خواهر، آخه واسه چی همینطور وایستادی؟ تلویزیون رو روشن کن، داره فیلم خبری نشون میده. خدا به خیر کنه، روشنش کن. कम वक्त नौमुराद डरा दिया था. डरने की तो बात थी, गाना चला जाता तो. ये तो जरा भी नहीं बदली. झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो. मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो. मैं मायके चली जाऊंगी, निशान भी जाओ ना. अरे झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो. मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो. मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो.
चलो ले चलो इसे। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। क्या हुआ? چیکار چیکارو؟ برای چه میبرین؟ مگه اون چیکار کرده؟ این قاتل خانم 3 نفر کشته. آمن نگران نباش، برات وکیل میگیرم. ای بار کنار عوضی. با ما در میافتی، موتور من آتیش میزنی. ببین چطوری آتیش زدی. اگه مردی حالا گردن چرا حرف نمیزنی؟ ای پیرزن، با پسرت خداحافظی کن. دیگه نمیری. آمن بریم گمشی کسافتا. بریم به کارمون. بریم گمشی کسافتا. چرا ساکتی حرف بزن. با برادرت دختر عوضی چی داره میگه؟ کردی آره. اصلا بیا با ما بریم. کسافت به خواهرم میگی عوضی؟ شما کی هستی که به خواهر مادر من توهین میکنی؟ دوباره کنار ببینم. میکشمش این عوضی رو. کسافت تو گم کن. خلاص بی حرکات نه جلو. مادر بیا یه چیزی بخور. از دیشب گرسنه‌ای. مریض میشی. با وکیل صحبت کردم. اگه سابقه اون دوتا رو در بیارن جرم آمن زیاد سنگین نمیشه. اونا ولگردن. کارشون دزدی و چاقو کشیه. جرم من از همه سنگین تره. मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकी। मेरा बच्चा, मेरा अमान मेरे सामने से छिन गया और मैं देखती रह गई। कुछ नहीं कर सकी, कुछ नहीं कर सकी।
پاشو دخترم، میخوان ببرنش. پاشو صورتشو بپوشون.
فیزا خواهرم، خواهر خوبم. روزگار همیشه آدم ها رو عوض میکنه. بعد از اینم عوض خواهد کرد. ولی تو عوض نشو. این دنیا خیلی بده خواهر. آدم ها رو مجبور به عوض شدن میکنه. ولی تو رو خدا تو عوض نشو. مادرمون جایی نرفته. اون پیش ماست. همیشه هم پیش ما خواهد بود. هنوز صدای خنده های قشنگش تو گوشم. من بدون اینکه خودم بخوام باعث ناراحتیت شدم. تو میتونی تا ابد منو فراموش کنی. میتونی زندگی جدیدی رو برای خودت شروع کنی. این حرفا چیه که میزنی؟ به لطف شماست که بالاخره برادرزادم تونست رئیس اتحادیه خواهش میکنم. من فقط دارم به این فکر میکنم که ما کجا زندگی میکنیم و شما به هتل‌های 5 ستاره هم قانع نیستی. این دوره دیگه رئیس دولت از حزب ماست و هیچ شکی هم درش نیست، چون اکثریت طرفدار ما. بقیه احزاب هم با ما ائتلاف کردن. حالا اگه شما طرفدار ما این همینطوری باشین، در این صورت دیگه مشکلی پیش نمیاد. میتونی دربارش فکر کنی. میدونین چقدر از مردم طرفدار حزب مان؟ بله، در حال حاضر شما لیدر بزرگترین حزبین. در حدود 1.5 میلیون عضو دارین. شما اونا رو به میتینگ فردا دعوت کنین. میتونین با یک سخنرانی همشون رو به طرف ما بکشونین. شما خیلی باهوشین. میدونین برای رأی چند میلیونی چقدر باید خرج کنین؟ هر چقدر که شما بگین. من بقیه اعضای کمیته رو راضی میکنم. خب به این ترتیب نخست وزیری از حزب شماست، وزارت کشورم برای ما. وزارت کشور هم نه. دبیر کل چند دفعه به من زنگ زد، ظاهرا قبول کرد. خیلی خوب، منم قبول میکنم. پس دست بدیم. دست چیه قربان؟ باید با هم دیگه روبوسی کنیم. من کاری میکنم که روز تأسیس حزب که جشن بزرگی خواهد بود شما رم دعوت کنم. به امید خدا. بله، تا روز جشن. با ائتلاف ما ممکنه روز میتینگ زد و خوردی پیش بیاد. خب این که به نفع ماست. چرا باید ما منتظر بمونیم؟ مگه اونا منتظر ما میمونن؟ اگه دشمن قدرت رو دست بگیره هممون باید خون گریه کنیم. حالا قدم اول ما برمیداریم. این مذاکرات و گفتگوهای دوستانه که اونا میگن همش حق بازیه. با یه زبون میشه با اونا حرف زد. این فقط این، هم ریاست هم سیاست. ما با این حرف میزنیم. وقتی این حرف میزنه همه گوش میدن. ولی مراد خان، مگه نباید از بالا بهمون اجازه بدن؟ اجازه نه، دستور. اینو تو کلت فرو کن. اونا حرف منو قبول دارن. دیگه حرفی داری؟ کی این کارو میکنه؟ بعدن میفهمی. منظورتون پسر است که اون نوارده. برای این مأموریت تربیت نشده. تو این چند سال هر کاری کرده خودسرانه بوده، ولی احساسی که اون داره هیچکی نداره. تو وجودش آتشی برپاست. این مأموریت بزرگیه، خودت که میدونی. آمادش میکنم. حالا باید مثل فولاد محکم باشی. این بزرگترین امتحان زندگیته. بلایی که به سر تو اومده یه بار دیگه میخواد تکرار بشه. تو میتونی و قدرت داری جلوی اونا رو بگیری. آماده شو امن، وگرنه امنهای زیادی مثل تو زندگیشون تباه میشه. برو جلو امن، نذار حادثه وحشتناک دیگه ای پیش بیاد. فهمیدی؟
عیدت مبارک فیزا. عید تو هم مبارک. فیزا من امنو دیدم. کجا اونو دیدی؟ صبح رفته بودیم پیش دکتر. وقتی برمیگشتیم باید از کنار معبد رد میشدیم، اونجا امنو دیدم. مطمئنی که خودش بود؟ فیزا محال من اشتباه دیده باشم، خودش بود. چرا باهاش حرف نزدی؟ چرا جلوشو نگرفتی؟ آخه سلیم با هم بود. مواظب خودت باش. ممنونم شهناز. شما کی هستین؟ هیچ کس. هیچ کس که نمیشه. هر کسی یه اسمی داره مگه نه؟ اسم تو چیه؟ اودی. اودی. حالا دیگه برو خونه. برو. ¡Vamos!
شاهی زنده باد. بله قربان، ما درست وسط معرکه ایم. چشم قربان. چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ چه خبر شده؟ چی شده؟ فیزا! الو. خب بگو کار تموم شد؟ بله تموم شد. یه گلوله حرومش کن. باشه. اسلحه رو بندازش. یه بار انداختم خواهر. بندازش آمن. که چی بشه؟ یکی دیگه ورش میداره. اینقدر متنفر نباش آمن. همه چیزو فراموش کن. هنوز دیر نشده. این همه نفرت برای چیه؟ این نفرت نیست. این صداییه که علیه ظلم بلند شده.
من دارم مبارزه میکنم که مردم به حقشون برسن. اینجور مبارزه درد مردم رو درمان نمیکنه. حقیقت اینه که ما هممون مال این کشوریم، همیشه هم خواهیم بود. کجای قانون اینجا نوشته که تو برای پیش بردن عقیده خودت خونریزی کنی؟ تو چه مبارزی هستی که واقعیت های زندگی رو قبول نمی کنی؟ به خودت بیا، من حرف منو قبول کن، گوش کن. خودت هم میدونی حق همیشه پیروزه. حق چیه؟ تو بگو. اون بلایی که 6 سال پیش سر من اومد حق بود؟ اون افرادی که به مردم دروغ میگن اونا حقن؟ اینجور آدم ها میتونن همه چی رو درست کنن، اما فقط منافع خودشونو میخوان. اونا قدرتمندن، با قدرت مردم رو به جون هم میندازن، بین مردم تفرقه میندازن که برای همیشه در مقامشون بمونن. اگه اینجور آدم ها حقن پس من گناهی ندارم. من پاکم. هیچ وقت دوست نداشتم اسلحه دست بگیرم. बस मेरे हाथों में नसीब की लकीर की तरह बना रह गया। ये सब क्या हो गया अमन? क्या हो गया? हमारी खुशी छिन गई आपा। शायद हमारी हंसी को नजर लग गई। एक वक्त था जब तुम्हारे डांटने पे कितना प्यार था। वो प्यार अभी भी कायम है। हाँ। हर इतवार को अठन्नी के खट्टे बेर खाना, वो तुम्हारा मेरे बालों में तेल डालना, मेरी छोटी मोटी शरारतों को अम्मी से छिपाना। नहीं तो अम्मी एक जोर का छाटा मारती। मत याद दिला, मत याद दिला अमान, मत याद दिला। از اینجا برو فیزا، زود باش. پلیس جایی منو پیدا کرده. نمیتونم تو رو تنها بذارم. زود باش، برو برو. اسلحه رو بده، اسلحه رو بده به من آمد، بدش به من. باش، ولی به یه شرط. چه شرطی؟ منو نگاه کن فیزا، تو چشمای من نگاه کن. تا چند لحظه دیگه یا پلیس منو میکشه یا میبرن محکومم میکنن به اعدام. اون وقت مردم یه نمایش جالب تماشا میکنند. اونا چه میدونن که روح من همون شب تو خیابون از تنم جدا شد. تو منو تسلیم اونا نکن خواهر. بهم قول بده. آمن من تو زندگی هیچی نداشتم که بهش افتخار کنم، پس بذار لااقل مردنم با عزت باشه. اسلحه رو بگیر. برای من راه دیگه نمونده خواهر. خواهش میکنم. गन लो आप, गन लो। अम्मी बहुत अकेली होगी आपा। मुझे अम्मी के पास जाना है। उनकी गोद में सर रखना है आपा। मैं बहुत थक चुका हूं, मुझे विदा करो।
मुझे विदा करो आपा। خدایا منو ببخش. من دارم میام مادر. خدا منو ببخشه. خوب شد اومدی پسرم. خیلی عذاب کشیدی. من نگرانت بودم. अल्लाह मुझे हौसला दे. از پسر من خبری نشد خانم. نه نفر بعد